خب بریم سراغ معضل دومی که روبروی کشور و در حقیقت دولت جدید خواهد بود. من از این معضل به عنوان معضل تحریم ها و آثاری که بر ناترازی انرژی داره در حقیقت یاد کردم و توضیح خواهم داد. ببینید، آثار مرگبار تحریم ها در اقتصاد ما نیاز به توضیح نداره. فقط لازم به ذکره که تحریم ها اجازه رشد واقعی به اقتصاد ما نخواهند داد. متاسفانه بسیاری از تریبوندارها 3 سال و 10 ماه از مزایا و برکات تحریم ها صحبت میکنن و اون 2 ماهی که به انتخابات منتهی میشه از روش های خنثی‌سازی و بی اثرسازی و غیره تحریم ها صحبت میکنن. کسی هم نیست بپرسه ازشون که خب وقتی یه پدیده مثل تحریم مزیت و برکت داره، اصلا چرا میخواید خنثی‌اش کنید؟ اجازه بدید این برکت باقی بمونه. اما واقعیت این هستش که متاسفانه به واسطه مشکلاتی که ما داریم، ما حدود 1/3 GDP مون رو به صورت سوبسید انرژی از دست میدیم. سال گذشته بیش از 127 میلیارد دلار ما سوبسید انرژی دادیم که از جیب این کشور و مردم رفته. الان نرخ رشد مصرف انرژی 14% تقریبا که بسیار فراتر از میانگین بلند مدت 6% هستش. این یعنی مصرف انرژی ما در کمتر از 5-6 سال 2 برابر خواهد شد و این در حالیه که نه تنها ما سرمایه گذاری خاصی تو حوزه انرژی نداشتیم، بلکه حتی به واسطه افت فشار میدانهای گازی مشترک، فرسودگی پالایشگاه و غیره، حتی با برداشتن تحریم ها امکان افزایش محسوس در تولید انرژی فعلا نخواهیم داشت. و خلاصه داستان کمبود گاز در زمستان، کمبود برق در تابستان کماکان ادامه خواهد داشت و اینها روی تولید سایر بخش‌های ما هم تاثیرگذار خواهند بود. با این وضعیت متاسفانه در سال 1405، یعنی کمتر از 2 سال دیگه، گاز برای شبکه‌های گاز خانگی هم نخواهیم داشت. حالا فراموش نکنید که ما خوشحالیم که چین بالاخره یک کسی پیدا شده نفت ما رو با 30% زیر قیمت میخره. اما یادمون باشه که به واسطه همین تحریم ها چین حد فاصل سال 2018 تا 2022 در ایران 600 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده توی 4 سال. در عربستان در طی همین مدت 22,000 میلیون دلار، 622,000 میلیون دلار. در امارات 20,000 میلیون دلار و در عراق 13,000 میلیون دلار، یعنی 25 برابر ایران سرمایه گذاری کرده. تازه یادتون باشه که این قبل از پیمانهای جدید چین با عربستان و امارات و اینها بوده. ضمناً در اینجا بد نیستش که من یادی کنم از یکی از معضلات متاسفانه برگشت ناپذیر کشور، یعنی معضل آب. ما نه تنها الان به طور مستقیم کمبود آب داریم و این توی زندگی مردم لحاظ خواهد شد، این روی صنایع ما تاثیرگذار خواهد بود. علاوه بر این کاهش شدید حوزه‌های زیرزمینی آب باعث فرونشست زمین، باعث بیابانزایی، آلودگی هوا و غیره خواهد شد که اینها هم کیفیت زندگی مردم ما رو به شدت پایین خواهند آورد. حالا منتظر باشیم، من توی 2 ویدئوی بعد ادامه این معضلات رو تقدیم حضور دوستان عزیز خواهم کرد.